یه موی نارنجی داریم که تو این پایه استوب کرده، اصلا هم جون نداشته که دیگه دکلور روش بمونه. باید های لیفتش کنیم، بستر سازی کنیم و یه رنگساژ خوبش بزنیم. تمام مراحلش رو میخوام امروز بهتون 0 تا 100 یاد بدم. برای این کار ما میایم از تمام رنگ هایی که توناژ سرد دارن و پیگمنت آبی دارن، مثل دودی، مثل نقره‌ای، شماره بالا، یا اگر نداریم از 3-0 میتونیم استفاده کنیم. من الان این دوتا رو با هم ترکیب میکنم. این کمک میکنه نارنجی گرفته بشه و این کمک میکنه لیفت پایه به ما بده. 50-50 ترکیبشون میکنید با اکسیدان 3%. اکسیدان رو برابر موادتون میزنید و برای موی تا سرشونه 1 نخود آبی بهش اضافه میکنید. واریاسیون آبی برای موی تا سرشونه. حالا دیگه هرچی که مو بلند شد شما واریاسیونتون هم حجمش رو بیشتر میکنید. حتی اگه یکی از اینها هم داشته باشید، یعنی این دوتا رو ترکیب کنید میشه، این دوتا هم ترکیب کنید میشه، هیچ مشکل نداره. زمانی که میتونه بمونه 15 دقیقه است. خب الان تقریبا یه 10 دقیقه مکس کردیم. نارنجیمون 1 درجه رفته، یه تم کرم زیتونی گرفته و باید هم یه تم کرم زیتونی بگیره موقع شستن. خب بریم مرحله بعد های لیفت. الان گذاشتیم توی هر مرحله یه رو 20 دقیقه مو استراحت کنیم تو هوای آزاد خشک بشه.